یکی از سبب‌های زود پیر شدن اونهایی که سن سالشون به جای رسیده است محض همین است. حقیقتا هم بدبختی است وقتی که آدم در سر پیری هم صحبت ندارد، وقتی که با کی راز و نیاز گفتنش رو نمیدوند و با چی کار مشغول شدن امکان ندارد، حتما به هزار یک درد و بلا گرفتار می شود. من دوره های آخر هم صحبت نمیابم که دردی دل کنم، راز گویم و نمیدونم روزی دراز در خانه با کی صحبت نمایم. تأکیدی مصفد بابای شریف که در جوانی های ما او رو اهل بیتش از کار به زور به نفقه آوردند، ولی او بازگشته به کار رفت و چند مرتبه که شخصا من مصلحت کردم و پرسیدم که بابای شریف برای چی در خانه استوده استراحت نمیکنی، نمیگیری با اهل و بیت با قوم وقتی خود رو نمیگذرونی؟ گفت بچم این گپ را مون حوزی خودت گپی مرا گوش کرد، طوری که چشمت میبینه، زبانت به اختیارت در دهان حرکت داره، دست و پا تو رو از یک جو به جای دیگر میبرند، هیچ وقت از کاری که میتوانی از عهده‌اش میبری رو نگردان، چون که در اون مورد آهسته آهسته دیگر رو از تو رو میگردانند. من مصفدم میگفت در می سنی 65-70 ساله بود، وقتی با کار میروم همه جوانا قریب کاری مرا اجرا میکنند، نمیمونن که دست ما در آب خنک زنم. در زمان شوروی معاش رو کثیر می آورد، یعنی در سمکه مخصوص. وقتی که خزینه دار می آید میگفت با همون خلطه سوم، باز جوانان میگه بابای شریف اول شما معاش گیره، پیش از همه معاش میگیرم میگفت. وقتی که به خانه میرم اویلم یعنی کمپیری خاندان دوازرشم میگه با نوساش تاکید میگه باباتون آمد بدویم پیشواز بگیرین، همه با پیشواز میبرن گویا ما از کیم کجا اومدم، چون که من دستی پر میام به خانه. وقتی که 2-3 مرتبه که گپی بچه ها را دخترها را فرزندها را گوش کردم خانشین شدم، 1 هفته 2 هفته بعد زنک اول روی کار گرفتن که باباش که گواره نوسط بجمون توکه همینجا میشینی در همینجا خیز این گوساله را به پوده های که این خره برده طویله که یکده در زعلب بیاری بزغولا چی میخرن در اینجا؟ و همین اویسته اویسته همه کار خونه در گردن بار میگیره. من دوره های آخر هم صحبت نمیابم که دردی دل کنم، راز گویم و نمیدونم روزی دراز در خانه با کی صحبت نمایم. هر روز جنجال. پرسیدم با کی جنگ میکند، برای چی جنجال مینماید؟ گفت پیش از همه قطعی زنک. روزی دراز نمیدونیم چیکار کنیم، یک گپ میزنیم، یک بحث سر میشود، مناظره سر میشود، عاقبت به دلسیاهی انجام مییابد. این حقیقتا هم بدبختی است وقتی که آدم در سر پیری هم صحبت ندارد، وقتی که با کی راز و نیاز گفتنش رو نمیدوند و با چی کار مشغول شدن امکان ندارد، حتما به هزار یک درد و بلا گرفتار می شود. یکی از سبب‌های زود پیر شدن اونهایی که سن سالشون به جای رسیده است محض همین است. من همچون یک مصفدی همه این زینه ها رو از سر گذرانیده میخواهم به خاطر بیارم از تأکید رحمتی بابای شریف که علاقه فرزندای او همسال ما بدگیاش در نفقه کلانتراش از دنیا گذشتن، ولی نصیحت های او هیچ از خاطر من نمیروند، فراموش نمیشوند. خاصه همون مناسبت حضرت سلیمان که 7 طبقه زمین و آسمان به اختیارش بود، تمام بایگری دنیا زیر تصرفش قرار داشت و جوک جندوریات عالم نیست هر صبح به سلام او میرفتند و میگفت حضرت سلیمان که همونی در نظرم شیرین عزیز میتوبد که دستی پر به استقبال من میوید. حالا که او به یگان چیز دنیا، به یگان مال دنیا احتیاج نداشت، نه که وقتی میگفت که مور پای ملخ رو کشان صبح به دربار میوید، در نظرم شیرین است که وی دستی خالی نآمد
و همین تأکید من رو میگفت هیچ وقت فراموش نکنید. وقتی که انسان با اویله خود، با زن یا شوهر خود درد دل گفته نمیتواند، راز و نیازش را پیشنهاد نمیتواند کند، چطور با بیگانه زبان مییابد، چطور با او درد دل میگوید و چطور امید آرزویش را با میان گذاشته کمبود و نارسایی پیش آمده را حل و فصل مینماید. این درد دهشت انگیز، صدمه دهشت انگیزی را به سر مردم در آینده میارند که همه برای آنها بیگانه است. پیش از همه عائله خود، خانه خویش، زن و فرزند و اهل و بیتش. این زندگی نیست، این دهشتی رویاروی انسان است که از ابتدا رهگم بود و در انتها رهگمتر میزند. پیش از اون که انسان باید زندگی خوش داشته باشد، وقتی او با یک راز و نیاز همصحبت همیشگی پشت سر شود، باید عائله خوب داشته باشد. اونهایی که یک عمر در مهاجرت مهنتی اند و چی کارهای غیر اون مشغولیت همیشگیشون وقت میگذرانند، اونا هیچ وقت عائله خود رو نمیشناسند و عائله اونها نیست اونها رو نمیدونند. بله، همون فرزندی که باید از پدر افتخار کنه، وقتی که تو مکتب خوندن، تو کسب از خود کردن، تو با بلاغت رسیدن، هم صحبت پدر نیست، با او ششت خیز نمیکند، او تعلیم و تربیه پدر رو ندیده است، در سر پیری با او چخیل هم صحبت است، با او چخیل راز و نیاز میگوید، با او چخیل درد دلش رو پیشنهاد میکند و یا درد دل او رو شنیدن میخواهد. حتی او فرزند خود را درست نمیشناسد که او چی شخصیت است و چی خواهشات دارد و او چی آرزو و آمال.